چرا در حکومت‌های دیکتاتوری تمایل مردم به پذیرش خرافات بیشتره؟ یک، تفکر نقاد و آموزش‌های آزاد عموما سرکوب میشن و سانسورهای علمی باعث کاهش دسترسی به منابع آزاد علمی میشه و این باعث میشه که مردم بیشتر از علم به سمت خرافات و جادو و مباحث عرفانی رو بیان. دو، حکومت‌های دیکتاتوری عمدن خرافات و شبه علم رو نشر میدن به دو دلیل عمده. یک، این حس رو القا کنن که پشت سر این حکومت یک نیروی مافوق بشری ماورایی وجود داره و دو، تقدیرگرایی رو ترویج کنن و مردم رو از اعتراض دور کنن. مثلا در سیستم نازی هیتلر به صورت سیستماتیک تبلیغ جادو و نمادهای اخترشناسی و اینجور موارد میشد. سه، در حکومت‌های دیکتاتوری عموما اقتصاد ضعیفه و در این حالت که مردم در حالت استیصال اقتصادی قرار میگیرن بیشتر رو به شبه علم و خرافات مثل جادو و دعانویسی و اینجور موارد میارن. چهار، در سیستم‌های دیکتاتوری سیستم آموزشی در اختیار حکومت قرار داره و این سیستم آموزشی بر مبنای ایدئولوژی‌های حاکم تدوین میشه نه واقعیت‌های علمی و این باعث میشه که مثلا کره شمالی بیاد تبلیغ کنه در سیستم آموزشی خودش و این موضوع رو جا بندازه که رهبر کره شمالی یک آدم فرا انسانی، یک قدرت‌های ماورایی و فرا انسانی داره.